سلام علیکم دوستان عزیز. حالا ما در یک صحبتی دوستان نشستیم که همه عضو اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان هستند. از آنجا دامولا خیرالدین، بختیار شوهوف، دولت شادیوف که در روسیه شهرت پیدا کردن، آدمای تبابت میکنن. حاضر سخنی نوبتی و دامولا خیرالدین داده می شود که این کس امروز کتاب خودشون آورده، ما با تحفه کردم. ما تشکر میگوییم. سلامت باشید. این آبروی ملت هست. ملت از روی چی فرق میکنه؟ از روی کتاب، از روی آدمای با فرهنگش. من دامولا سخن شما. دامولا خیرالدین، سلامت باشید. سلام عرض ادب. معلم انستیتوت اسلام شناسی روسیه، دکتر فنهای تئولوژی، دین شناسی. سلامت و تنصیحت باشید استاد. لطف دارید. باعث افتخار است که ما شما را داریم. واقعا محبت شماست. ما کسی نیستیم به جز یک خدمتگار شما. سوال پیدا شد در اینجا که از جانب دوستا دکتر بختیاری عزیز که درباره دین رفت. یکی گفت یکی از شاگردان خیلی قوی داشتیم که در علم دارو آماده کردن دارو و گیاهی، طب خلقی خیلی مهارت بلند داشت و گفت چی واقعی شد که در دین پیچید. دین که پیچید حالا دیگه مناسبتش با گذشتگان، فرهنگ گذشتهش خیلی بد است. افتخار نمیکنه به فرهنگ داریش، افتخار نمیکنه از زبان داریش، یعنی حتی شرمش می از گذشته خودش. این حرفا رو گفت. بعد گفت مناسبتش هم با ما قطع شد، بد شد دیگه، با هیچ کس نمیخواد دوستی کند. ببینید سرچشمه این چی است؟ اگر بناست که معرفت نداشته باشیم، بهتر است دین نداشته باشیم. دین بی معرفت خطر است. ای دوستا، دین بی معرفت دهشت است. اگر معرفت نداری بهتر که دین نداشته باش. قرآن خودش میفرماید بعضی را ما هدایت میکنه. قرآن بعضی را میگه ما هدایت میکنیم و بعضی را گمراه میکنیم. یعنی اگر ما امروز ما خود مردم فارسی زبان دو بال داریم، یک بالمان دین است، بی دین نمیشه، و بال بعدیمان فرهنگ است، اینش به اینش نمیشه. چگونه که یک پرنده به یک بال نمیپرد، یک مسلمان هم اگر دین داره بی معرفت نمیتونه زندگی کند. ادبیات ملتی من سراسر با دین آمیخته شده است دوستا. یک گروه داریم فقط دین میگه، داد میزنه. اونا رفتن در کشورهای عربستان و پاکستان و بلوچستان خواندن آمدن، فرهنگ خود ناآموخته رفتن اونجا درس خواندن آمدن، اونا درد سری ملت شدن. از نگاه از سلام علیک تا با قبر ماندن ما با اینا اختلاف داریم، اختلافی نظری داریم. بعضی دیگرمان دیگه دین ناآموختن، رفتن از فرهنگ چیزی آموختن، اما نفرین و بدبینی به دین دارن. اینش هم اشتباهه. اونی که دین داره که یک روی میکند افراط و تفرید میکنه، کارش افراط و تفرید، اینم اشتباهه. خب اونی که فقط فرهنگ میگه داد میزنه، دین نمیفهمد، با دین اختلاف داره، اختلافی شدید داره، حمله میکند، اینم اشتباه است. فرهنگ ما، تمدن ما، هستی ما، بودن ما با دین، با فرهنگ آمیخته شده است. شما تمام بزرگا رو بینید، تمامی 99% بزرگای ما هم عالم دینن، هم ادبیات شناس و فرهنگ و تمدن شناسن، عارفن. علم دیگر چی است، فهم دیگر چی است. مهم فهمه. اگر فهم نداری سواد نداشته باش بهتره، دانش نداشت بهتره. دانش باشد و فهم نباشد، درک نباشد، شعور نباشد، نمیشه. جایش در کاره که شعور هم لازمه، اما شعور مهمه. از شعور مهمتر است. در منبر جلوه میگی حلال، همه حلال های خدا را حرام میگی. از روی چی؟ تندروی. تمام دین ها خوار و ذلیل شده در نزد جامعه از روی تندروی است. یک رویه، افراط و تفریط. دین آمده آبروی مسلمان بخرد، نه اینکه آبروی کس ببرد. شخص دیندار هیچگاه بر کسی بدی ندارد. شخص دیندار آسمانی است، مانند آفتابی که نور میتید تمام نباتات، حیوانات، رستنی ها را. با بارانی که باریده میشد
نگاه نمی کند این گیاه خوبه این گیاه بد است، من این گیاه میریزم این گیاه نمیریزم. اینچنین نیست. انسانی دین دارم همچنین همه را به یک چشم نگاه میکند، خودشو میشناسد. من عرف نفس عرف الله. کسی که من عرف نفس عرف الله، هر کی خودش شناخت خدا رو شناخت. اینه یک حدیث آینه است اینجا رو پرمون یک آینه. یک حدیثی کوتاه از پیامبر میگم، یک لحظه، یک دقیقه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. و یه حدیثی که کوتاه از 3 واژه بهترین گپا است. از 3 واژه عبارت است. استاد اساتید بزرگوار، از 3 واژه. المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. یکم تا آینه را نفهمی، تا درک نکنی آینه چه، یه حدیث نمیفهمی. اگر معرفت نباشد ماشاءالله نمیفهمی حدیث به خدا. یکم نشانه آینه چیه؟ خودش مصفا است، پاک است که ما خود در این آینه میبینیم. پس مومینم خودش باید پاک باشه، اهل عمل باشد که برای دیگرها نمونه شود. یک. دوم نشانه آینه، وقتی من نزد آینه میرم، آینه عیبی مرا نشان داد، یک طرف ایستادم، شما آمدید، آیا عیبی من آینه بر شما نشان میتید؟ نشان نمیتید. مومنم باید همین باشه، عیبی کسی در یک کسی دیگه باید نرسونی. فردا که نزد آینه آمدی نمیگی که همون چی غجدیه که دینو غباری که در رو چهرت بود غجد بود کثیف بود همون آمدی. آینه عیبی دیروزه را امروز در رود نمیکشه. پس مومنم یک کس در گذشته یک گناهی کرد، چرا در روش باید بکشی؟ اصلا این کار انسانی نیست. 3 نشانه. 4م نشانه چیه؟ همین آینه را ما بگیریم، اگر از این اتاق در اتاق دیگر مانیم یا بیرون مانیم، هر جا که مانیم آینه کسب آینگی میکند. مومن هم باید هر جا باشه مومن باشد. در تاجیکستان مولا در اینجا بلا باید نباشه. ما این یک نشانه آینه را، این حدیث من میتونم 50 نشانه آینه را من تفسیر کنم، بگم که یک کتاب گپ میشه. اما پوزیش میخوام که زیاد روی نشود، زیاد گفتن نشود. وقتی عزیز شما را نگیرم، باعث افتخارید که این لحظه من با شما هستم، خصوصا استاد عزیز آقای دکتر طاهری که قهرمان داغستان یک سال پیش گرفت از ملت داغستان، کشور داغستان، سرزمین داغستان. به این شخصی بزرگ باعث افتخاره. یک ملت به صنعتکارش میشناسند، یک ملت به ورزشکارش میشناسند، یک ملت به عالمش میشناسند، یک ملت به یعنی دهقانش میشناسند، یک ملت به سیاستمدار و شاعر و نویسندش میشناسند. این عالمه به بله کسب و کاری، بله خیلی طبابتی، بله خیلی خدمت های زیاده عمری انسان میشناسند. بله یعنی امروز شخصیت های بزرگ ما زیاد داریم. یک کتاب نشر شد با چند روز قبلش، Великий личность ایرانسکی زمین، شخصیت های بزرگ ایران زمین. شخصیت های منظورم از ایران امروزانه که مثل یک دنبه گربه بر این ماندگی از در خریطه این نیست. ایران فرهنگی، ایران فرهنگی از دربند داغستان تا درواز خود تا هندوستان تا خلیج پارس، اینا همه سرزمین آریامنیش هستند. مرکز تمدن، مرکز آریامنیش، پایتخت تاجیکان جهان کجا بود؟ سمرقند و بخارا بود. این مرزهایی که هست ما با این مرزها کار نداریم. مرد فرهنگی من نیم دنیاست. من با فرهنگ و تمدنی گذشتم می نازم. من 7000 سال پیش زبان و ادبیات و فرهنگ و تمدن و خط داشتم. امروز تمام دنیا را بگرد، کو ملتی که به هم وزن مثنوی، هم وزن، هم سنگ سعدی و حافظ داشته باشد. ما نداریم در دنیای جمعه نژادی که بیاید فردوسی و بدیل و بزرگش، فانی، بزرگی یک بزرگش مثلا بیاید و هم وزنی مولانا شود، هم سنگ سعدی بزرگوار شد. تو تنصیحت باشد چی گفتنیم، باعث افتخارید این نشستی که داشتید، یک ما آمدیم شما را ببینیم، زیارت شما کنیم. اون کتابی که گفتم که دیگر نرفت سرفت، Великий личность ایرانسکی زمین، به زبان روسی نشر شد. Великий личность ایرانسکی زمین، شخصیت های بزرگ ایران زمین. من در اون کتاب حدود بیش از 30 نفر پایه‌گذار، مثلا در علم فقه، پایه‌گذار علم فقه در دنیا ابو حنیفه است، پایه‌گذار علم حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داوود، ابن ماجه، پایه‌گذار علم طب سینا است، پایه‌گذار علم ستاره شناسی استرونومی بیرونی است، پایه‌گذار علم شیمی زکریا رازی است. این شخصیت ها را از روزی تولد تا روزی وفاتش مختصری کل ما در روز جمع کردم، چاپ شد. کتاب بعدیش
درباره یعنی درباره زنده ها نشر خواهد شد. ما امروز یعنی که روز 21 در شهر مسکو در مهمانخانه ازمالسکی کورس بیتا دکتر طاهری با بهترین شاگردانش که از من درس آموختن و امروز میخوان که مردم دنیا رو به سالمی، دوستی، محبت، رفاقت و بی جنگ زندگانی کردن. خیلی عبدالرحمن جامی نویسندگی بود که باید دنیا با همه مهر و محبت داشت، عمری دراز بینن، بین خودشو دوستی محبت پایدار باشد. جمع آمدیم